ما تاجیکا یک عادت بده داریم که انسان به گذشتهش باها میتیم. خدای نخواسته یک انسان شرابنوش یا زیناکاری که توبه کرده اصلاح شده ما را نصیحت کنه، بگیم تو اگه در وقتش یک فاسق بدبخت بودی و زنا کرده میگشتی، اگه با ما را نصیحتگر شده، صداها طعنه را بر سرش میکنیم و گذشتهش یادآور میشویم. اگر کسی با شما همین طور طعنه زده گذشته تان را به یاد آورد، با آنها بگویید حضرت عمر رضی الله عنه قبلا کافر بود، حتی قصد کرده بود پیامبر خدا را به قتل رساند، ولی بعدا امیر مؤمنان شد و بشارت به جنت یافت. خالد ابن ولید قبلا کافر بود، با مهارت جنگی که داشت مسلمانان را در جنگ احد شکست داد که در نتیجه بیش از 70 نفر صحابی شهید شدند، اما بعدا مسلمان شد و شمشیر برکشیده خدا شد. خود پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم این لقب را به او داد. پس هرگز کسی را به گذشته اش طعنه مزن.